ادامهش نخون. نوشته این صورت میگه اگه خواستی منو احضار کنی این صورت رو مثلا فلان یه حرکت یاد بزنی. دیدی؟ این پشت سر ازدواجه. درود به عاشقای دنیای وحشت. سال نوتون مبارک. چطورید بچه‌ها؟ این سبزه عید منه، عید نوروز منه. امسال میخوام ویدیوهایی براتون آماده بکنم، نشونتون بدم که لیاقتشو دارید. اما ویدیوهای امشب طلسمی که تو خونه پیدا شده رو بهتون نشون میدم و خیلی چیزهای دیگه. شما اگر جای میشناسید که فکر می‌کنید چند داره، میتونید برید برام فیلم بگیرید. آدرس اینستاگرام و تلگرام من که این پایین هست برام بفرستین. اما ویدیو اولمون رو بچه این آقا فرستاده بود، گفت داره جنگیری میکنه. ببینید نظرتون رو بهم بگید. تفرقت اعداء الله، 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 تفرقت اعداء الله. تكلم تكلم تكلم، حرف بزن. تكلم. از کجا اومدی؟ ها؟ از کجا اومدی؟ تكلم. تفرقت اعداء الله، تفرقت اعداء الله، تفرقت اعداء الله و بلغت حجت الله ولا حول ولا. جالبه این جنگیری‌های خیلی متفاوت و جدیدی هی داریم می‌بینیم. اما ویدیو بعدی نوشته که سلام آزوش، اینو نگاه کنید. یکی برامون دعا نوشته بوده، بعدن خودش حالا یا از روی عذاب وجدان یا حرفایی که میزد نمیدونم راست یا دروغ اومد گفتش، یعنی این نفر دعا نوشته اومد گفته اعتراف کرد که آقا مامتون دعا نوشته. به قول خودش یه هفته بعد از این کارش شبا خواب کابوس می‌دیده، اتفاقایی براش میفته، الان مثل دیوونه رفتار میکنه. قراره یه روز برم خونه‌اش فیلم میگیرم ازش براتون میفرستم. خب فیلم اونو که برام نفرستاده، فعلا فقط این فیلم طلسم فرستاده. معلوم نبود از کی تا حالا گذاشته بوده. خاکش انقدر صفر بود، چاقویی که بردم شکست. راست میگه چاقو شکست. این خانم از اقوام نزدیک ما به گفته خودش یکی بهش پول داده که این کارو بکنه. این خب کنار درخت سمت راسته. حالا بذار از اینجا ما شروع کنیم بکندن با یه چاقو. اینا کجاشه؟ بچه متوجه شده یه نفر براشون تلس گرفته و برده اینجا چال کرده، آدرسشو بهش داده، گفته تو باغچه مثلا کنار این درخت اونجا چال کرده تلسم رو. حالا این میخواد بره تلسمو برداره، داره فیلم میگیره. اینجاش که چیزی نیست. فکر میکنم چند ماهی ازش گذشته چون خاک خیلی خوش سفت شده، خاک سفت شده. با قاشق بهتر بود تا این چاقو میشکنه دیگه. چاقو شکست. اونقدر خاک سفت بود که چاقو شکست. فکر میکنم از یکی از شهرهای جنوبی ایران باشه، چون الان سرده و لباس هیچ لباس تنش نبود. زنید یکی از شهرهای جنوبیه که گرمه اونجا. قاشق آوردم. میبینی ریشه رو؟ خیلی وقته رفقا، خیلی وقت، یعنی شاید چند ماه پیش اینو اینجا چال کرده. بس یکی دو هفته نیست حتی. این دقیقا سمت چپ درخت. اینجا کنده شد؟ اوه یه پلاستیک اینجا هست. نه زیر خاک زد بیرون. زمین چیشی نمیشته روش؟ زمین فقط کنده بشه. ابوالفضل نوشته. اسم من اینجا. خب بچه ها راجع باطل کردن این تلسمو، معمولا تلسمایی که
حالا نمیخوام کلن بگم من اصلا اطلاعات آنچنانی هم ندارم، تا جایی که میدونم این طلسمایی که حالا با چسب میپیچنش تو کیسه میکنن که آب نخوره، چون آب باطلش میکنه، برای همین تو کیسه میکنن که آب بهش نخوره. اما ویدیو بعدی آقا علیرضا دهقان فرستاده، قبلا برام ویدیو فرستاده بوده. بچهای شهر آملن، رفته توی یه مرغداری متروکه. سلام، عرض ادب خدمت بچهای وحشت انگیز، آقا سروش عزیز. ما دفعه پیش یه بار اومده بودیم اینجا آمل، امامزاده داوود آمل. بعد براتون ویدیو فرستادیم که شما توده رو گرفتین، اربو گرفتین. حالا امشب ساعت تقریبا 1:30 شب اومدیم و داریم ویدیو ضبط میکنیم. یه دونه دوربین ثابت گذاشتیم که روی هر منطقه اندازه 10 دقیقه میذاریم فیلم بگیره و یه دونه دوربین سیار داریم که بچه‌ها دارن باش میرن جایی که بیشتر خوف داره، جایی که تاریک تره، اونجا رو فیلم بگیرن. ویدیوها رو براتون میفرستیم، امیدواریم که چیزای خفنی ازش در بیاد. پناه بر خدا. بچه‌ها اینا خیلی باحالن، 4-5 نفرن، بعد میرن جستجو، دوربین میذارن، هم دوربین دارن، موبایل دارن دیگه، یعنی هر کی یه موبایل هم دستش داره فیلم میگیره با موبایلش. بعد این فیلم‌ها رو برام میفرسته، یعنی فکر کن 40-50 تا فیلم، هی دوربینای مختلف، منتها نوع فیلم برداریشون جوری نبود که من بتونم مثل جستجو بچسبونم به هم دیگه، سویچ بکنم و این داستانا. ولی خب چیزایی که از توش صحنه در اومد چه کار شده شما با هم میبینیم. دمتون گرم بچهای آمل. وای بچه‌ها موزیک من داشتم رو موزیک فکر می‌کردم، ولی همون لحظه با چشام دیدمش. چقدر سریع دو نفر دارن رد میشن، داری سمت راست نگاه میکنی ولی اون سمت چپت از اون گوشه رد شد، هیچی از حواسش نبود، هیچی از این صحنه رو ندید. این مرغداری متروکه عالیه. که بچه ها اینجوری زحمت میکشن میرن برامون جستجو، زشت آدم مثلا توش چیزی پیدا نکنه. بچه شما با دقت نگاه کنید که چیزی پیدا میکنید تو کامنت بنویسید یا برای خودم بفرستید. اونجا منو این استادشم دوری که داشت نگاه میکرد. کجا؟ داداش حس داشتی که یه نفر نگاهش میکرد، یه آینه این توه. میدونی چرا آینه است؟ به خاطر اینکه خیلی اعتقاد دارن آینه رو نمیبرن، میذارن آینه باشه اونجا. توی این خونه متروکه همه وسیله ها رو جمع کردن بردن ولی آینه رو نبردن، چون اعتقادشون اینه که آینه رو نباید ببرن. در مورد آینه اگر اطلاعاتی دارید بیشتر در مورد آینه، خب خیلی شنیدیم، خیلی فیلم هم درست کردن در مورد آینه، بهم بگید. اینم فکر می‌کنم بسته به خانمانا باشه. شبیه پتو اینجا افتاده. خانمانا میارن یه پتو پیدا. همون بوده اینجا. آره خوب. یه جوری کنار هم داشتیم این کارشونیه باید بشه دوربین نور رو بگیره. جاش معرکه است. اگه میشد فیلم ها رو یه جوری بشنم کنار هم که همه دوربینا رو همزمان ببینیم عالی میشد. چرا قوشم که فیلیکر میندازه تو دوربین میشه دیگه نابود شده است اینجا. بچه این موزیک که میاد خیلی دقت بکنید چون قراره که اون جن خوشگله رو ببینید. الان اینجا دیدیش، پشت در دیدیش و خیلی جالبه، این کاملا برعکس همه است. این اصلا به نورت اهمیتی نمیداد، چون وقتی نور رو بود فرار نکرده بود از نورت، داشتی میرفتی بیرون داشت برای خودش مسیر خودشو میرفت. چقدر زود تمام شد. بعد یه قسمتی داره اینجا، متوجه نکته شدید؟ داره میگه شارژ باتریاشون چقدر زود تموم شد. خیلی موکت بس کردن داخل رفتن، خیلی این داخل نمیشه رفت. من یه توضیح هم بدم تو این گوشی
که اینجا خیلی سال پیش یکی از آشناهای ما زندگی میکردن تو همین خونه، اونجا مرغداری هم کار میکردن و انفجار اومد و شاهدشون خود پسر بچه بود که دیده و مادر بزرگ خانواده هم که دیده و 2 مرد دیگه هم از اهالی محل تو همین مکان دیدن، به وضوح هم دیدن. وضوح این که توی همین اتاق تو همین در بود یک گربه میاد یک گربه رو بزنه، پرده رو میزنه کنار، یه نه در منظورش یا اینو میگه یا اینو دیگه. صدا ناله شنید؟ وحشتناک یه چیز انسان مانند صدا گربه هست؟ نه صدا شغال. صدای شغال. از همون روزم لکنت گرفته بنده خدا. برام یه عکس فرستاده، نوشته که 3 شب بوده خوابش نیورده. توجه کنید 3 شب 3 صبح درست بوده خوابش نیورده. مرغ عشق داشته، رفته سراغ مرغ عشقاش. الان یه مرغ عشقش اینجاست، ازش عکس گرفته. در از حالت سلفی با مرغ عشقش گرفته بود. اما ببین چی پشت سر خودش افتاده. شاید تو این عکس یاد واضح نباشه، ولی توی این عکس که روشن شده یه حالت فیلتره، ولی خودش انداخته بود. حتی فیلتر رو منم ننداخته بودم. نگاه کن این دایره هم خودش زده. پشتشو ببین، قشنگ داری صورت یه پیرزنه میبینی، موهاش چشم دماغ دهن یه گردو. دیدی؟ این پشت سرش ظاهر شده بوده. ویدیو بعدی آقای بهزاد برام فرستاد، نوشته سلام سروشان خوبی؟ بنده نگهبانم. دیشب یهو چشم به دوربین افتاد، اینو دیدم. به نظر چی میتونه باشه؟ نگاش بکنید. از اون توده سیاه نیست، بیشتر یه توده انرژی بیشتر یه توده انرژی سفیده. شاید این اوربایی که تو دوربین میبینیم وقتی میرن جلو دوربین مداربسته فاصله نزدیک این شکلی دیده میشن. قشنگ یه توده انرژیه. انعکاس هیچ نور و چراغی هم جلو واسش نیست، چون هیچ نور اونجا تکون نمیخوره که این بخواد انعکاس اون باشه. دوربینای مداربسته معرکه‌ای داریم، یکی مثل اینه، بعضی هم که یه حالت سیاه ماننده. ویدیو بعدی آقا محمد فرستاد، نوشته سلام آقا سروش، ما یه کتابی رو داریم که توش درباره طلسم و احضار و اینجور چیزا نوشته. تقریبا دعا و طلسم قاطیه، بعد بسم الله و اینا اسم خدا و اینجور چیزا رو داره، پس نباید برای کافر باشه. ولی طلسم‌های بدی داره، مثلا برای جدایی کردن دوستا یا زشت کردن زنی از چشم شوهرش، از اینجور چیزا. بابام این کتاب رو یه مردی بهش داده و مطمئن هستم که بعد از سال 1385 بوده طبق تاریخ تولد خودم. یعنی این میدونه که بیشتر قدیمی‌تر، باشه این کتاب نسخه اصلیش خیلی قدیمی‌تر از این چیزیه که فکرشو بکنید. من این توضیحات رو معمولا نصفه می‌کنم، چون اگر می‌خواید خودتون بتونید بخونید، استوب کنید، بخونید. باشه استوب میکنم کامل بخونید روشو که چی نوشته. اینم نسخه چاپیه. اصل این کتاب ها نسخه های دستیه که نسخه های چاپیشون اومدن از نسخه های دستی کپی کردن. اینجوری نیستش که بری تو کتاب فروشی پیدا بکنی، ولی خب خیلی جاها من دیدم مثل دست فروش ها هستن که کتاب میفروشن، این کتاب ها رو دارن. الان بودو میرید پیش این دست فروش ها، میگه کتاب طلسم داری؟ بخت گوشه. چه جالب، قشنگ توضیح داده. حالا بچه نخونیم اینا رو بهتره، ولی نکن یه جا من نوشتم بخت گشایی، اگر بخت دختری بسته باشد و عقد او سر نگیرد، در طالع او سحر رو جادو کرده باشم، باید آب 7 جار رو بیام. خب حالا توضیحات جالبی داره. من نمیخوام نظری بدم در مورد این کتاب که بگم چیزای خوبی داره یا چیزای بدی داره ها. ولی خب من کلا زیاد موافق این داستانای طلسم و دعا و اینا نیستم.
این یکی از چیزهای خیلی معروفشه، این شکلی که دارید میبینید. بچه اون تلسمی هم که کیوان آتیش میزنه، حالا من یه بار دیدم داخلشو، تقریبا تو مایه‌های همین چیزا نوشته ها و این چیزا توش داره. نمیتونی متنشو بخونی، اصلا متوجهش نمیشی که چی نوشته، سری حروف و حرف و عدد و فلان و اینا داره. نوت برداری هم کردم. ولی خیلی دوست دارم بدونم که مثلا خب این کتابا هست، پیدا میشه، شما حتی الان تو اینترنت هم میتونی پیدا بکنی، الان سرچ بکنی حداقل یه چند صفحهشون پیدا میشه، یا پی دی افش اینا اینترنت هم پیدا میشه. بچه من بدونم کسی هست استفاده کرده باشه بعد مثلا جواب گرفته باشه. ادامه‌اش نخون، نوشته این صورت میگه خواستی منو احضار کنی، این صورت مثلا فلان یه حرکت یاد بزنی. شدیدن هوا گرم شد، دارم عرق میکنم بخاطر اینکه این کتاب باز کردم دارم میخونم. شکلک‌ها اوکیه، من خیلی از شکلک‌ها بدتر از این هم من دیدم. روی من با غیر سیاه آلوده نموده و فلان، قشنگ کامل داره توضیح میده که چیکار کنی چیکار نکنی، که این نفر مثلا چجوری بدبخت بکنی. اینا هدفشون جز بدبخت کردن یه نفر دیگه چیز دیگه ای نیست. یه طلسم شیطانی اصلا نداریم. اما ویدیو بعدی اون آقا سعید شایسته برام فرستاده از اردبیل، نوشته که دوستش یه خونه پدری داره که مال 70 سال پیشه که در حال حاضر به عنوان انبار ضایعات ازش استفاده میکنن و من یک جول ازش فیلم گرفتم و چون کلید نداشتیم نتونستم برم داخل. سلام آقا سروش، این فیلمو میگیرم برای کانالش وحشت انگیز. اینجا من دست شما درد نکنه. این خونه یکی از فامیلمونه که حداقل برای با دقت نگاه کنید فیلم‌ها رو. وقتی که این موزیک هم میاد که خیلی دقتتون رو بیشتر بکنید. اگر ندیدیش من رو فیلتر بهت نشون میدم، یه فیلتر کلی رو کل ویدیو. نگاه کن این گوشه رو، این گوشه رو داری میبینی؟ رد شده ها، رد شده. از میام عقب قطعا خیلیاتون ندیدینش. ببین این سایه نگاه کن، این سایه نگاه کن، اینجا یه نوره. ببین چه جوری میاد از اینجا رد میشه. 50-60-70 سال میشه این خونه ساخته شده. این فیلمو برات گرفتم، اگه چیزی از توش در اومد برم از داخل خونه‌ام برات فیلم بگیرم. داره میگه یه خونه قدیمیه که دارن به عنوان انبار ضایعات ازش استفاده میکنن. بچه وقتی یه جایی آشغال توش جمع میشه این موجودات جذب میشن. جبیانا نفهمیدم گفتی چرا؟ خب چون یه اتفاقی علی وسط افتاد. چی بود؟ آره پایین تصویر نگاه کن. این فیلتر صورتی قشنگ منو نگاه کن. این توده سیاهی که برات شکار کرده رو نگاه کن. این فیلترها آدم باید بالا 10 بار نگاه کنه با فیلترهای مختلف تا یه کوچولو رو براتون شکار بکنه. اگه راضی بودی، خوشت اومد، یه لایک برام بذار، نظرت هم تو کامنت برام بنویس، سابسکرایب تام چک بکن که هست نشده باشه.